سلام عرض میکنم خدمت همه همراهان عزیز. با اولین قسمت از این مجموعه پادکست در حوزه روانکاری در خدمت شما عزیزان هستیم. مناسب میدونم که توضیح داده بشه که هدف این مجموعه پادکست چیه و مخاطبش قراره چه گروهی از عزیزان باشن. متولی این مجموعه گروه دایان هست و هدفش به نوعی مسئولیت اجتماعی در حوزه تخصصی خودش، یعنی صنعت روانکاریه. یعنی هر اون چیزی که مرتبط به ساخت و تولید، استفاده و پایش هست. منظور ما از این حوزه مشخصاً روش‌های تولید، استانداردها و روش‌های آزمون، محصولات مرتبط با روانکاری و ادوات و مدل‌های پایشی هست. در این برنامه هم از متخصصین ایرانی و هم متخصصین بین المللی در فرایند ساخت به عنوان کارشناس دعوت خواهد شد. تمام تلاش ما این خواهد بود که کارشناسی که در هر موضوعی دعوت میشه تجربه کامل عملی توی اون حوزه رو داشته باشه. مخاطب برنامه ها هم افرادی هستند که در حوزه روانکاری مشغول فعالیتند. مواردی که توی این برنامه مطرح میشه موضوع محور هست و مورد استفاده برای طیف زیادی از مخاطبها خواهد بود. از مرحله انتخاب روانکار که نیاز به کار کارشناسی داره تا همکارهای آزمایشگاهی مستقر در شرکت‌های مصرف کننده و همینطور مدیران تصمیم گیر صنعتی. مهمترین دلیل برای ساخت این پادکست فقط شفاف سازیه. توی سالیان زیادی که با مجموعه ها در ارتباط بودیم به وضوح مشخص بود که طیف زیادی از مصرف کنندگان ورودی های اشتباهی رو در خصوص روانکار انتخابی داشتن که همون منجر به ایجاد مشکل برای مجموعه هایی که با اونها کار میکردن شده. امید به این که این برنامه برای همه ما مفید واقع بشه. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. توی اولین قسمت از سری پادکست هایی که در خدمت شما هستیم صحبت میکنیم راجع به روغنهای پایه‌ای که در روانکارها استفاده میشه. توی این بخش صحبت میکنیم راجع به بخشبندی روغنهای پایه، تقسیم بندیشون و مواردی که توی این روغنها برای مصرف کننده حائز اهمیت دونستنش بلخص، و در نهایت هم سعی میکنیم که در پایان این سری از پادکست ها، همین بخش اول، راجع به نحوه تشخیص این روغن ها هم از سمت مصرف کننده یک ورودی هایی رو اعلام بکنیم. توی قسمت اول در خدمت آقای مهندس طاهری هستیم. ایشون حدود بیش از 15 سال تو حوزه ساخت روغن های پایه و همینطور فرمولاسیون روغن های صنعتی و خودرویی تو بزرگترین مجموعه‌های ایران در حقیقت تجربه کاری داشتن. خیلی خوشحالم آقای طاهری که در خدمت شما هستیم. امیدوارم که پادکست خوبی رو داشته باشیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای مهندس ذوالفقاری. باعث افتخار بنده است که در خدمت شما باشم و شنوندگان محترمتون در خدمت شما هستم. خیلی ممنونم از شما آقای طاهری. اگر موافق هستین شروع بکنیم از اولین سوالی که توی ذهن همه مصرف کنندگان که در حقیقت مواجه هستن با یک محصولی از اون روانکار ممکنه شکل بگیره، و اون هم این هستش که این روغن‌هایی که اشاره میشه روغن‌های پایه هستن، اینها تو چه گروه‌هایی قرار میگیرن و آیا اینها تقسیم بندی‌های استاندارد بین‌المللی براشون وجود داره که ما بتونیم اینها رو بر اساس پارامترهای تفکیک بکنیم یا نه؟ میشه راجع به این لطفاً برای ما توضیح بدید؟ بله خواهش میکنم. ببینید روغن‌های پایه در واقع از ابتدای زمان پیدایششون که حالا بهشون خواهیم پرداخت توسط امریکن پترولیوم اینستیتیوت، همون API، اومدن توی 5 گروه تقسیم بندی شدن که البته ابتدا این تقسیم بندی توی 3 گروه بود و بعد به مرور با ظهور روغن‌های جدیدتر و با تکنولوژی بالاتر توی پتروشیمی‌های مخصوص ساخت روغن به اسم روغن‌های سینتتیک اینا به 5 گروه ارتقا پیدا کردن. API این تقسیم بندی رو در واقع بر مبنای میزان و البته اصلا امکان حضور سولفور یا گوگرد، مواد آرومات، درصد در واقع غیر اشباع یا
مواد آنسچوریت و نوع پلیمریزاسیون روغن ها اومد انجام داد و بر این مبنا ما 5 گروه که دقیقاً با همین نام ها، یعنی روغن های پایه گروه 1 الی 5 شناسایی میشن، در متون مربوط به روغن داریم. روغن های پایه گروه 1 تا 3 رو ما به عنوان روغن های پایه معدنی میشناسیمشون که باز به تفصیل بیشتر راجبشون صحبت میکنیم، هرچند روغن های پایه گروه 3 به عنوان شبه سینتتیک یا حتی سینتتیک شناسایی و مورد استفاده قرار میگیرن و روغن های پایه گروه های 4 و 5 کاملا سینتتیکن. تنها تفاوت بین روغن های پایه گروه 4 و 5 با به خصوص گروه 3، البته نه در زمینه نوع مشخصات بلکه در زمینه استحصال و اینکه چرا اون دوتا نام سینتتیک میگیرن ولی گروه 3 را همچنان به نام معدنی میشناسیم، اینه که روغن های پایه معدنی توی پالایشگاه های روغن تولید میشن ولی روغن های گروه 4 و 5 یعنی اولفین ها، گلایکول ها، استرها و سایر روغن های این دو گروه در پتروشیمی های مخصوص ساخت روغن و به این دلیل هست که فقط در واقع نامگذاریشون به این شکل انجام میشه. دقیقاً این تقسیم بندی که شما فرمودین معتبرترین تقسیم بندی هست که تمام شرکت‌های دنیا ازش استفاده میکنن، اگرچه همونجوری که و شاید به نوعی بشه گفت تنها تقسیم بندی استانداردی هست که درسته. داره. عمدتاً البته مثلا بعضی از شرکت‌ها مثل شل، شما بهتر میدونید، اون هم اومده برای خودش تقسیم بندی رو انجام داده ولی خب این تقسیم بندی منحصر به محصولات خودش هست که مشخصاً اومده بر اساس شاخص گرانروی این کار رو انجام بده. بله این تقسیم بندی رو از شاخص‌های گرانروی پایین زیر 20 تا بالای 140 برای محصولات خودش انجام بده. منتها همونجوری که شما درست اشاره فرمودین، این تقسیم بندی API میشه گفت تنها مرجعیه که قابل استناد هست برای کلیه روغنسازایی که توی دنیا هستن، برای درخواستی که روی نوع روغنشون در حقیقت میزنن. حالا 3 تا موضوع مهمی که توی این بخش هست در مورد سولفور و شاخص گرانروی و مواد اشباع هست. میفهمید که چرا API تمرکزش رو روی تقسیم بندی این پارامترها گذاشته و اینکه اساساً این 3 تا پارامتر چرا انقدر حائز اهمیت برای در حقیقت نوع روغنی که ما داریم انتخاب میکنیم. بله، اگه اجازه بدید من در واقع استناد بکنم به یکی از موارد خیلی مهم تو صحبت خود شما، بحث شاخص گرانروی و حالا اون چیزی که اومده شده در واقع رفرنس شل برای اینکه بخواد تقسیم بندی خودش رو، حالا محصولات خودش رو بخواد انجام بده. ببینید، سولفور، مواد آرومات و مواد غیر اشباع، حالا یه فاکتور چهارم اجازه بدید بهش اضافه بکنیم، نوع اولیگومرها یا شاخص اولیگومریزاسیون روغنهای پایه، این 4 تا فاکتور تاثیر میذارن روی فاکتوری به نام شاخص گرانروی. یعنی هر 4 تاشون میتونن شاخص گرانروی رو بالا ببرن یا پایین بیارن. مواد آرومات و که معمولا به صورت آروما سولفور توی روغن وجود دارن، بیش از یه حدی وقتی بشن شاخص گرانروی رو پایین میارن. مواد غیر اشباع و مواد حلقوی با ازدحام فضایی زیاد به همین شکل و درجه در واقع پلیمریزاسیون روغن هم تاثیر میذاره روی VI یا شاخص گرانروی روغن و دقیقاً به همین دلیل بوده که API اومده این 4 تا فاکتور رو مد نظر قرار داده برای اینکه بخواد تقسیم بندی روغن‌های پایه رو انجام بده و به این 5 دسته‌ای که راجبش به صورت اختصار اشاره کردیم رسیده که با کم شدن مقدار سولفور روغن پایه شما کیفیتش ارتقا پیدا میکنه و ما از گروه 1 به سمت 2 و بعد به سمت 3 و بالاتر میریم و همچنین مواد آروماتیک، همچنین درجه غیر اشباعیت کاهش پیدا میکنه از گروه 1 به سمت گروه های بالاتر و باید به زبان ساده روغن های پایه گروه 1 عملا میشن ساده ترین نوع روغن های پایه‌ای که مستقیما از لوبکات یا همون برش نفت تقطیر نفت خام به دست میان. بسیار عالی. میفرمایید که این روغن پایه‌ای که گروه 1 هست، پروسه استحصالش به چه نحوی انجام میشه و این روغن پایه منشأش کجاست؟ اگر میشه راجع به اینم برای ما یه مقدار توضیح بفرمایید. در یک کلام اگر بخوایم پاسخ بدیم، ما برای تولید روغن‌های پایه معدنی خوراکمون نفت خامه. اصلا نامگذاری این روغن‌ها به نام معدنی یا مینرال دقیقاً به همین دلیله. نفت خام بعد از استخراج وارد برج تقطیر در واقع فشار اتمسفر میشه و اونجا به برش‌های خاص
تقسیم میشه توی سینی هایی که داره، بس به نوع نفت که میتونه نفت سبک یا سنگین یا حتی نفت های آیزو یا فول نفتنیک باشه، ما خروجی های متفاوتی خواهیم داشت. خروجی ها از پایین ترین سینی مربوط به قیر و آسفالتان، بعد مازوت، سوخت های سنگین هیدروکربنی، لوبکات که خوراک مد نظر ما برای تولید روغن های معدنی، تا برسیم به سوخت های سبک و تینر و بنزین در بالای برج تقسیم میشن. لوبکات زمانی که از برج اتمسفریک خارج میشه وارد برج تقطیر در خلا میشه و اونجا در واقع طی یه سری فرآیندهای خاص تحت خلا آسفالت زدایی میشه و آنچه که از این برج به عنوان خوراک خارج میشه خوراک پالایشگاه‌های روغن. ما این خوراک رو به اسم لوبکات میشناسیم. لوبکات یا سبکه یا سنگینه یا لوبکات های آیزو هن که به نام آیزو ریسایکل هم شناخته میشن. این لوبکات اگر از نوع سبکی یا سنگین باشه در پالایشگاه روغن وارد برج های RDC یا روتاری دیسک کانجکشن میشه که توی اونها با ماده به نام فورفورال مورد استخراج قرار میگیره. فورفورال یه حلاله که میتونه مواد آروماتیک رو به خوبی در خودش حل بکنه، در حالی که پارافینیک ها رو پس میذاره و حل نمیکنه. این باعث میشه تقریبا تمام یا به عبارت درست‌تر و فنی‌تر به صورت کمی آرومات موجود در لوبکات رو جذب خودش بکنه و به عنوان اکسترکت خارج بشه از برج RDC اکسترکشن ما تا اینجا در واقع 2 مرحله بهبود کیفیت داشتیم. یه بار لوبکات رو از نفت خام کشیدیم بیرون که خب برش روغنی داریم، تو برج تقطیر اومدیم آسفالتنها رو ازش جدا کردیم و حالا تو مرحله 3 اومدیم مواد آروماتیک رو ازش جدا کردیم. در تمام این 3 مرحله ما داریم فلش پوینت یا نقطه آتشگیری روغن رو بالا میبریم، پور پوینت روغن رو تا حدودی کاهش میدیم و کمی به ویای روغن یا شاخص گرانروی روغن اضافه میکنیم. و الان توضیح میدم چرا میگم کمی، به خصوص در مورد پور پوینت، چون همچنان رفینیتی که از برج RDC اکسترکشن در پالایشگاه روغن خارج میشه و سرشار از مواد پارافینیک بیش از 99.5% مواد پارافینیک داره، هنوز پور پوینت یا نقطه ریزش خوبی نداره و در دمای محیط بین 15 تا 25 درجه هم میتونه در حقیقت ببنده اصطلاحاً و جامد بشه. علتش حضور پارافین هایی با طول زنجیر پلیمری بسیار بلنده که ما اون رو در واقع مرحله 4 کار روی این برش تحت عنوان واحد MEK میایم از قسمت روغنی اون پارافین جداش میکنیم و بهش میگیم پارافین وکس یا اسلگ وکس. فرق بین پارافین وکس و اسلگ وکس هم توی درصدی روغنه که اسلگ وکس روغن بیشتری داره، پارافین وکس های جامد دیگه هیچ روغنی ندارن. روغنی که از واحد MEK خارج میشه یه روغن سرشار از مواد پارافینیک با مواد آرومات بسیار پایین، فلش پوینتی بسیار بالاتر نسبت به قبل، پور پوینتی حتما کاهش یافته نسبت به قبل در بدترین حالت 0 الی -3 درجه سانتیگراد و ویای بالاتر خواهند بود. در واقع اون چیزی که باعث میشه روغن رنگ بالا، ویای پایین، فلش نامطلوب و پور پوینت بسیار بالا داشته باشه مواد آرومات و سولفور موجود درش هستن که ما اینو توی روغن پایه گروه 1 تا حد زیادی نسبت به خوراک اولیه اومدیم کاهشش دادیم و اون چه که به دست میاد بر حسب نوع لوبکات ورودی که سبک یا سنگین بوده باشه به نام روغن پایه معدنی گروه 1 شناخته میشه. یه مورد استثنا اینجا داریم. اگر خوراک ورودی ما از پالایشگاه نفت آیزو ریسایکل باشه که نوعی لوبکات آیزو هست، این برخلاف لوبکات های سبک و سنگین مواد آروماتیک ندارد، چون توی برج تقطیر اتمسفریک نفت خام در سینی های بالاتر به دست میاد. این در حالی است که تمام آرومات ها توی لوبکات های سبک و سنگین در سینی 3 و 4 گیر میافتن و وارد آیزو ریسایکل نمیشن. آیزو ریسایکل به همین دلیل به قسمت در واقع یونیت RDC اکسترکشن دیگه وارد نمیشه و مستقیما به واحد MEK برده میشه و در اونجا فقط کافیه در واقع پارافین وکس رو از پارافین آیزو که همون روغن باشه جداش بکنن و معمولا این نوع روغن ها و این نوع کات ها در واحد های رنگبری حالا با خاک و فیلتر پرس در پالایشگاه روغن مورد رنگبری قرار میگیرن تا بتونن رنگ اصطلاحاً سبکتری رو
تحویل بدن، چون کیفیت بالایی دارن، شاخص گرانروی خوبی دارن و جایگزین‌های مطمئنی، البته نه به صورت 100% برای روغن‌های پایه گروه‌های 2 و 3 محسوب میشن. پس همونجوری که شما اشاره کردیم، ما عمده کاری که توی پالایشگاهی رو انجام میشه حذف آسفالت ها هست، آرومات ها رو حذف میکنن و همینطور وکس ها رو از بین میبرن برای اینکه بتونن بله دقیقاً این کار انجام بشه. و واحدی حتی عنوان واحد هایدروفینیش که مشخصا تثبیت رنگ رو انجام میده تو پالایشگاه ایران وجود نداره و این رنگ از مرحله اول تا مرحله آخر با توجه به حذف مواد در حقیقت جایگزین باعث میشه که این رنگ شکل واقعی خودش رو بگیره. یه سوالم این هست و سوال دومی که قرار نیست روغن پایه‌ای که توی ایران تولید میشه رنگش مطابقت پذیر داشته باشه با روغن پایه گروه یکی که توی پالایشگاه دیگه توی کشور دیگه داره در حقیقت تولید میشه. این الزاما رنگ ها قرار نیست یکسان باشن. نه، عرض میکنم خدمتون، ببینید در مورد روغن‌های پایه گروه 1 ما ممکنه با کیفیت‌های مختلفی اصلا روبرو بشیم. این 2 تا دلیل میتونه داشته باشه. یکی خوراکه. شما فکر کنید یه وقت خوراک ما لوبکاتی است که از پالایشگاه ایران، حالا پالایشگاه جنوب ایران به دست میاد، مال نفت ایران هم هست، قاعدتا این لوبکات سنگینیه. این منجر میشه روغن‌هایی مثل SN 500 که تو بازار وجود دارن یا SN 350، SN 600، اینها از این لوبکات به دست میان. قاعدتا فرق داره با لوبکاتی که از نفت خام مثلا آمریکای شمالی، بله. نفت خام برنت یا حتی نفت خام بالتیک داره به دست میاد. اونها نفتای سبکن. نفت بالتیک فول نفت نیکه، کاربردش اصلا فرق میکنه، میره برای روغنای مثل روغنای ترانس و برخی روغنای فرآیندی خاص. روغن آمریکا لوبکات سبکه، مسلماً روغن پایه سبکتر روغن‌هایی مثل SN 100 و 150 رو به ما میده و قاعدتاً هر چقدر لوبکات شما سبکتر باشد یکی از معانیش اینه که مواد آرومات کمتری داره و در نتیجه رنگ کمتری داره و شاید بشه گفت حتی ویای بالاتر، فلش بالاتر و پورپوینت پایینتر هم بهتون میده. یعنی نمیتونیم مقایسه بکنیم که چرا SN 150 که تو ایران داره تولید میشه با SN 150 که مثلا توی شورون یا توی موبیل داره تولید میشه تفاوت رنگ یا کیفیت داره. ضمن اینکه فرآیند رنگبری یه فرآیند معموله که ما خیلی توی ایران رو زوم نمی‌کنیم، شاید نیازی هم نیست این کارو انجام بدیم. این روغن قرار نیست به صورت خام و مبنای رنگش استفاده بشه. این روغن میره کلی ادیتیو میخوره، تبدیل میشه به روغن موتور، گیری بوکس یا هر روغن دیگری. بنابراین خیلی لزومی نداره این کارو بکنیم. ولی برخی از جاها من جمله شورون، چون اسم شورون رو آوردیم، اینو من میگم که شورون این کارو داره تو آمریکا انجام میده. یعنی روغن پایه گروه 1 هم میاد اونقدر آرومات زدایی و سولفور زدایی میکنه ازش تا چیزی در محدوده رنگ صفر ازش به دست بیاره. قطعا روی کارکردش تاثیرگذار هست. به همین علتی که ما اومدیم به غیر از گروه 1 پلاس مثلا یا گروه 2 پلاس، اینا فراوری اضافه تری که روی روغن ها انجام میدن توی شرکت توی ولی فرآیند اضافه تری است که باعث میشه باز به گفته خودتون از گروه 1 به 1 پلاس برسیم. ولی اگه قرار باشه بر اساس تقسیم بندی API که راجبش صحبت کردیم ما از 1 به 2 برسیم یا از 2 به 3 برسیم، اینا فرآیند خاص کاتالیتیکی رو باید روشون انجام بشه. من برای اینکه بخوام از روغن گروه 1 به گروه 2 برسیم در واقع با استفاده از کاتالیزورهای پایه فلزی خیلی خیلی خاص و ویژه‌ای که لایسنسش در اختیار ما نیست و به خاطر همین امر و همچنین بحث‌های تحریمی ما قابلیت دسترسی بهشون رو نداریم، میایم از روغن پایه‌های گروه 1 سولفور و آروماتش رو تقریبا به طور کامل دیگه حذفش میکنیم و میرسیم به روغن‌های پایه گروه 2. به این فرآیند میگن هایدروفینیش. گروه 1 در واقع دقیقاً ما از گروه 1 به عنوان خوراک به گروه 2 میرسیم و تنها تفاوت عمدهشون بهتره بگیم توی رنگشونه و البته میزان سولفورشون که باعث میشه روغن پایه گروه 2 در سطح کیفی بالاتری قرار بگیره. چون مواد آرومات به صورت کامل دیگه جدا میشن، ویای روغن‌های پایه گروه 2 کمی در حد 2 تا 3% بالاتر از روغن‌های پایه گروه 1 میشه و قاعدتاً کاربردهای خاصتری هم میتونن تو سطوح کیفی بالاتر به ما بدن. حالا همین روغن پایه گروه 2 میاد به لحاظ ساختاری
و باز تحت فرآیند کاتالیتیکی با کاتالیزورهای خاص دیگری اصطلاحاً میشکنه، یعنی زنجیرهای بلندش شکسته میشه و ما میرسیم به روغنهای پایه گروه 3 که به این فرآیند میگن هیدروکرکینگ یا هایدروکرکینگ. ترکیبات غیر اشباعش حذف میشن، سولفور و آرومات که از گروه 1 به 2 تقریبا حذف شدن، ولی اگر هم چیزی مونده باشه توی این فرآیند دیگه به طور کامل ریموو میشن و بنابراین ما توی روغنهای پایه گروه 3 برخلاف 1 به 2 که تغییر ظاهر و رنگ داشتیم اونقدر تغییر ظاهر و رنگ نداریم، بلکه اینجا ساختار داره عوض میشه. پس شاخص گرانروی یا وی آی روغن یه افزایش 20 تا 30% رو تجربه میکنه و ما ناگهان از یه شاخص 100 الی 105 میرسیم به 130 تا 140. حالا در مورد بعضی از شرکت‌ها 120 تا 130 که دیگه بستگی به تولید کنندش داره. یه نکته رو اینجا باید اشاره بکنم، همین فرآیندهای کاتالیتیک هایدروفینیش و هایدروکرک از گروه 1 به 2 و 2 به 3 در سالهای اخیر تو تمام دنیا و جایی که دسترسی بهش دارن و دارن این کار رو انجام میدن که تو آسیا و خاورمیانه هم کم نیستن، شرکت‌های اماراتی و عربستانی دارن این کار رو انجام میدن تو بالاترین سطح، پیشرفت خیلی زیادی داشته. ما تا 20 سال پیش روغن‌های پایه گروه 2 هم یه نیمچه رنگی داشتن، یعنی در حد رنگ نیم مجاز بود، ولی الان انقدر روغن‌های کاملا بیرنگ وارد بازار شده دیگه خیلی مشتری پیدا نمیشه و جذاب نیست برای در واقع بازار روغن پایه گروه 2 یا 3 که ولو به اندازه اصطلاحاً یه نیم پرده رنگش 0+ باشه. این نشون میده که همچنان این تکنولوژی در حال بروز شدنه، ولی ما متاسفانه حتی به قدیمی ترین تکنولوژی های هایدروفینیش و هایدروکرک هم بله ما متاسفانه دسترسی نداریم تو ایران. بسیار خوب. توی تقسیم بندی روغن ها اشاره کردین که گروه 2 خوراکش گروه 1 هست. بله. گروه 3 خوراکش گروه 2 هست. بله. راجع به گروه 3 هم توضیح می‌فرمایید و اینکه ما خوراک‌های دیگه هم داریم برای این روغن پایه یا نه اینا به صورت بله. متوالی میبایست به عنوان خوراک همدیگه استفاده بشن؟ درسته. عرض میکنم خدمتتون سوال خیلی خوبی بود، به خاطر اینکه ما در مورد گروه 2 تنها خوراک موجود گروه 1. ما تو گروه 1 سولفور و آرومات رو صفر میکنیم به زبان ساده و خیلی عامیانه میشه گروه 2. ولی برای گروه 3 یا از گروه 2 استفاده میکنیم که هایدروکرکینگ روش انجام میدیم و به گروه 3 میرسیم. در سالهای اخیر، البته این سالهای اخیر در مورد 2 تا روغن GTL و CTL میخوام صحبت بکنم، شاید برمیگرده در مورد GTL به 20 سال گذشته به این طرف که شرکت شل به عنوان پیشگام این موضوع اومد از یه فرآیند آدیاباتیک یا اصطلاح عامیانه ترش بی‌درو استفاده کرد برای اینکه بتونه در واقع ساختار گازی سنگین رو تبدیل به مایع برگشت ناپذیر بکنه، یعنی گاز رو تبدیل به مایع بکنه، گاز با ساختار آیزوپارافین رو تبدیل به مایع بکنه ولی به صورت برگشت ناپذیر، یعنی تحت هیچ شرطی بر نمیگرده دوباره گاز بشه. الان میگم چرا اینقدر تاکید روی موضوع میکنم و این رو تحت عنوان گاز تو لیکوید فیس لوبریکانت یا همون GTL نامگذاریش کرد. این که من تاکید دارم روی که این فرآیند برگشت ناپذیره چون به اشتباه برای عوام اینجور متصور هست که روغن GTL باید فراریت خیلی زیادی داشته باشه چون تحت تاثیر حرارت ممکنه برگرده به فاز گازی، در حالی که روغن گروه 3 که از روغن پایه گروه 2 به دست اومده خب مایعی بودی که فقط کمی روش دفورمیشن یا همون کرکینگ انجام شده. نه، پاسخ این سوال منفیه. GTL تحت فرآیند یک طرفه تبدیل گاز به مایع رخ میده و امکان اینکه تحت اثر حرارت فراریت بیشتری داشته باشد ندارد، طوری که GTL به طور کامل امروزه میتونه بر اساس استانداردها و نه به صورت در واقع جسته گریخته یا حدس و گمان میتونه جایگزین مناسب بر روغن‌های پایه گروه 3 باشه. و CTL ها رو هم داریم که در سالهای اخیر کشور چین پیشگام این قضیه بود که در واقع این کل تو لیکوید فیس لوبریکانت ها هستن یا روغن‌های پایه حاصل از تبدیل یا تقطیر زغال سنگ و زغال به روغن که من زغال سنگ رو تحت فشار 0
یعنی نزدیک به خلا یا خود خلا تقطیرش میکنن، یه برش روغنی از این به دست میاد که اون برش به لحاظ مشخصاتی نه کاملا ولی بالای 95% شبیه GTL و گروه 3 هست، با این تفاوت که چون داره از تقطیر زغال به دست میاد کنترل آنچنانی رو ساختارش وجود نداره، به همین دلیل ممکنه کمی ترکیبات شاخه‌دار وارد فاز CTL بشن از اون تقطیر، به همین دلیل معمولا VIش حدود 1 تا 2% فقط پایین تر از GTL های همگرد خودشه. یعنی اگر ما 130 رو توی GTL مثلا برای گرد 4 داریم، تو CTL 127 128 ولی به لحاظ عملکرد و کارکرد تفاوت معنیداری با هم دیگه ندارن. چرا فکر کنید که به سمت تولید GTL دنیا رفت؟ فکر کنید مواد اولیه یا کمبودش یا کنترلش این بوده؟ چون ما آلردی داشتیم ورودیامون از روغن 1 و 2 میگرفتیم، این که رفتیم سراغ این که گاز رو برسونیم به یک روغن گروه 3 منابع اولیش بوده یا نه واقعا جایگزین بهتری بوده از گروه 3 که داشتیم الان ما استفاده می‌کردیم؟ درسته. پاسخ سوالتون تو خود سوالتون، یعنی خودتون به نوعی پاسخ دادید به این موضوع آقای مهندس، و اونم این که منابع گاز قابل پیشبینی تقریبا 6 برابر منابع نفت قابل پیشبینی تو دنیا. یعنی اگر پیشبینی میکنن که نفت، حالا یه زمانی میگفتن تا سال 2030، ولی شواهد نشون میده که ما تا فکر میکنم هولوش 2050 قطعا نفت رو خواهیم داشت، ولی همین شواهد میگن تا حدود 100 سال آینده ما منابع گازی رو داریم. و خب زمانی که شما منبع بزرگتری دارید و میتونید به روغنی برسید با همون کیفیت که از نفت میرسین، قاعدتاً منطق ایجاب میکنه که برید به اون سمت و سو. منتها دستیابی به تکنولوژیش اونقدر هم راحت نیست. یعنی هر کشوری، حتی خیلی از اونایی که دارن الان روغن‌پایه گروه 3 با کیفیتی تولید میکنن که من بدون اینکه قصد داشته باشم به نوعی و نمیخوام تبلیغی بشه، ولی ادنوک به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های روغن‌پایه گروه 3 دنیا که اصلا تحت لیسانس موبیل کار داره میکنه، حتی اونا نمیتونن GTL رو به راحتی تولید بکنن. یعنی این چیز بوده که شل این رو ابداع کرده، تمام شرکت‌های نفتی تحت لایسنس خود شل این کار رو دارن انجام میدن و دارن GTL تولید میکنن و لایسنس بسیار گرون قیمتی هم هست، چون شما دارید از این منبع بسیار ارزونتر یعنی گاز و فراوونتر دارید همون چیزی رو میگیرید که از منبع گرونتر و کمتر یعنی نفت دارید بهش میرسید. وقتی میگین رفتارش به لحاظ پارامترهای شیمیایی مثل روغن گروه 3 و یا بهتره، منظورتون اینه که همین حل پذیریش توی ادیتیف ها هم مثل همون گروه 3 هست یا توی ما محدودیت داریم؟ بله، ببینید در مورد انحلال پذیری روغن های پایه و ادیتیف ها، اصولاً ادیتیف ها ترکیباتی بسیار قطبی هن. پس تو روغن های پایه کمتر قطبی مثل گروه 3 یا مثل اولفین ها انحلال پذیریشون با مشکل مواجهه. از لحاظ قطبیت GTL با گروه 3 مینرالی که از روغن پایه گروه 2 و تحت فرآیند هایدروکرکینگ به دست میاد هیچ تفاوتی نداره. به همین دلیل تفاوتی بین این دوتا نیست. ادیتیوی که تو گروه 3 معمول خوب حل بشه، تو GTL هم خوب حل میشه، تو CTL هم خوب حل میشه. و قیمتی چی؟ یعنی GTL نسبت به گروه 3؟ ببینید تولید GTL نسبت به گروه 3 برای تولید کننده قاعدتاً بسیار ارزان تره، ولی ما حداقل تو این کشور ما مصرف کننده محسوب میشیم. به همین دلیل مجبوریم اگه خواستیم GTL بخریم و توجیه شدیم که میشه جایگزین گروه 3 بشه که میشه، ما مجبوریم همون پول به همون بها رو براش پرداخت بکنیم. به همین دلیل تو بازار هم میبینید، تو بازار مواد خام خیلی تفاوتی بین GTL و گروه 3 نفتی به لحاظ قیمتی وجود نداره. توی تقسیم بندی گروه 3 اگه اجازه بدین راجع به اون بخش صحبت بکنیم. یه گروه‌هایی از روغن‌ها هست که توی بازار کم کم مصرف کننده‌ها باهاش بیشتر دارن آشنا میشن. مصرف کننده‌ها امروز دیگه روغن‌های پیاو رو میشناسن. بله. روغن‌های پیجی رو میشناسن. بله. روغن‌های استر رو شنیدن. درسته. کما اینکه حالا این استر شاید قبلا به عنوان یک ادیتیو بوده، الان خودش یک روغن پایه‌ای مجزا توی و شاید خیلی‌ها از این استر دارن استفاده میکنن بدون اینکه بدونن یه روغن پایه جدید و نو و خاصه. بله. راجع به این دو سه گروه هم لطفاً توضیح می‌فرمایید که حتما چه شرایطی دارن توی بازار. بله. یه
در واقع سوالی که حالا پرسیده نشد ولی میدونم حتما خواهید پرسید، بذارید من قبلش جوابش بدم. خوراک تولید اولفین ها چیه؟ بله. گروه 3. اینجا دیگه چند خوراکم نمیشیم، یعنی به عبارتی تنها دسته از روغنهای پایه که 3 تا منبع تامین خوراک دارن فقط گروه 3 است. باز دوباره در تولید روغنهای پلی آلفا اولفین ما از روغنهای پایه گروه 3 به عنوان خوراک استفاده میکنیم. پلی آلفا اولفین ها فرقشون با گروه 3 فقط اینه، ما گروه 3 رو از هایدروکرک گروه 2 به دست میاریم، ولی همین روغنهای پایه گروه 3 رو ما تحت فرایندهای تحت کنترلی در پتروشیمی های خاص میتونیم اصطلاحاً به همدیگه جوش بدیم و زنجیرهای پلیمری بلندتر، به عبارت ساده ویسکوزیته های بالاتر رو به دست بیاریم که اینا رو تحت عنوان پلی آلفا اولفین میشناسیم. PAO یا پلی آلفا اولفین ها به لحاظ ساختاری با گروه 3 بیش از 95% قرابت دارن. علت صحبت هم اول اون جمله‌ای که اول بحث گفتم به روغن‌های پایه گروه 3 شبه سینتتیک گفته میشه، دقیقاً همین موضوعه. ما در مورد گروه 3 چون در پالایشگاه نفت تولیدشون صورت میگیره از گروه 2 فرایند تحت کنترل خاصی نمیتونیم روشون انجام بدیم، به همین دلیل فقط کرکینگ اتفاق میفته، یعنی زنجیرهای بلندتر اونقدر باید بشکنن تا به طول کوتاه‌ترین زنجیر برسن. پس فقط توی 3 تا گرید 4، 6 و 8 موجودن، ولی همین ها رو میتونیم به هم دیگه جوششون بدیم، ولی توی راکتورهای خاص که تو پتروشیمی هست و پلی آلفا اولفین ها رو استفاده کنیم. به عبارتی پلی آلفا اولفین ها همون گروه 3 هست که میتونه توی گرید های وسیع تر از گرید 2، من دارم ویسکوزه در 100 درجهش رو عرض میکنم خدمتون، تا 1500 وجود داشته باشه. یعنی به عبارتی با یه سطح اطمینان 95% گروه 3 میتونه جایگزین مناسبی برای PAO ها باشه، منتها فقط در 3 گرید 4، 6 و 8. بسیار عالی. راجع به پلی آلکیلین گلایکول ها صحبت بکنیم. بله. یه موضوعی که به نظرم شاید باید راجعش صحبت بکنیم این که اینها دسته‌بندی های متفاوتی دارن و این دسته‌بندی متفاوت به غیر از بحث، یعنی میخوام بگم که این دسته‌بندی‌ها توی فرمولاسیون خودشون رو توی عملکرد کالا هم نشون میدن. بله. اینو شاید مصرف کننده ما کمتر باش آشنا باشه، چرا که از ما میخوان که پایه پلیگلایکول داشته باشه. بله. اما شاید ندونن که این پلیگلایکول خودش انواع مختلف داره و این انواع مختلف درست. روی عملکرد خود روغن نهایی اثر بسیار متفاوتی رو داره. بله. اگر میشه راجع به این دسته‌بندی‌های پلیگلایکول هم صحبت بفرمایید و اینکه آیا این تقسیم بندی‌هاش و این تفاوتاش بله. مزیت و عیبه یا نه صرفاً یک پارامتری از این روغن هستش که ما میتونیم در حقیقت ازش انتظار داشته باشیم؟ ببینید پلی آلکیلین گلایکول، اصلا ما راجع به دسته‌بندی روغن‌های پایه گفتیم گروه های 1، 2، 3، 4 و 5. گروه های 1 تا 4 یه وجه مشترک دارن، یه وجه اشتراک دارن، همشون از کربن و هیدروژن فقط تشکیل شدن. یعنی اگر آنالیز عنصری دقیقی از روغن‌های پایه گروه 1 معدنی، 2 معدنی، 3 حالا معدنی یا شبه سینتتیک، اصطلاحاً پل بین معدنی ها و سینتتیک ها، و 4 اولفین ها بگیریم، فقط کربن و هیدروژن میبینیم و هر چیز دیگری ببینیم ناخالصی است. در روغن‌های پایه گروه 5 منهای نفتنیک ها سایر روغن‌ها یه عنصر اضافی دارن و اون اکسیژنه. اکسیژن ها یا به صورت عامل‌های OH یا الکلی وجود دارن که روغن‌های پلی آلکیلین گلایکول رو تولید میکنن، یا به صورت عامل استری هن. یعنی پیوند کربونیلی دارن که میشن روغن پایه های استری و گیاهی که راجع به این دوتا موضوع هم حتما صحبت خواهیم کرد. پلی آلکیلین گلایکول ها همونجور که از اسمشون مشخصه در واقع زنجیرهای پلیمری سرشار از پیوند اکسیژن و هیدروژنن به صورت OH یا عامل الکلی که در 3 دسته متفاوت وجود دارن: پلی آلکیلین گلایکول های محلول در آب، پلی آلکیلین گلایکول های نامحلول در آب و پلی آلکیلین گلایکول های محلول در روغن که این رفتارهای متفاوتی با هم دارن. دقیقاً. ببینید بذارید از آخر به اول بگیم چون تکلیف آخری از همه معلوم تره.
PAG یا پلی آلکیل گلایکول های محلول در روغن در تمام روغن های معدنی و اولفینی هم میتونن حل بشن. تو ایران وجود ندارن، شرکت های بسیار کمی در دنیا تولیدشون میکنن و مصارف بسیار خاصی، اونم به صورت خالص و بدون ادیتیو، تو کمپرسورهای های پرژر دارن. اصلا وارد ایران هم تا حالا نشدن. اما دو دسته دیگه، یا محلول در آبن یا نامحلول در آبن. فرقش چیه؟ ممکنه این سوال پیش بیاد خب نامحلول در آب یعنی محلول در روغن. نه، پلی آلکیل گلایکول های نامحلول در آب نه تو آب پخش میشن و یک نواخت میتونن حل بشن، نه در روغن های پارافینیک یعنی گروه های 1 تا 4 و فقط با استرها، روغن های پایه استری قابلیت حل شدن دارن. روغن های پایه محلول در آب اسمشون مشخصه، اینا تو آب حل میشن، مصارف بسیار خاصی دارن، حالتی شبیه آب صابون دارن. در روغن‌های کمپرسور فن‌های هوایی توی نیروگاه‌های برق خیلی مورد استفاده قرار میگیرن. همچنین به عنوان روغن‌های گیربکس در گیربکس سیکلون کارخونه‌های سیمان، معمولاً سیکلون‌هایی که ساخت فلندرن، تو اونا استفاده میشن. شل باز یکی از پیشگامان در واقع تولید این نوع از روغن ها است. اما نامحلول در آب ها، PAG های نامحلول در آب، کاربردهای خیلی محدودتری دارن توی کمپرسورهای خاص، اونم در ترکیب با استر مورد استفاده قرار میگیرن. لوبریسیتی یا روانکاری بسیار زیادی دارن، مقاومتشون در برابر اکسایش خیلی بیشتر از نوع محلول در آبه و البته جداپذیریشون از هوا هم در سطحی بالاتر قرار داره و اصطلاحاً ایریلیز بهتری توی کمپرسورهای هوا دارن. از موارد مصرفشون میتونیم به کمپرسورهای هوایی با فشار متوسط و دبی بالا اشاره بکنیم، بدون اینکه بخوام راجع به برندش صحبت بکنیم. کمپرسورهای 250-300 یا 250-400 از کمپرسورهای هستن که گلایکول‌های نامحلول در آب و البته در اختلاط با استرها رو میخوان. معمولا روغن‌هایی با ادیتیوهای بسیار زیاد و ساختار پیچیده هستن، روغن‌های گلایکول. هر دو مدل این روغن‌ها دارن استفاده میشن. مصرف کننده وقتی میخواد انتخاب بکنه و میدونه سیستمش روغن PAG میخواد، حتما تو همون کاتالوگ، بروشور یا هر دفترچه مرتبط با تجهیزش قطعاً اشاره شده به اینکه روغنت باید محلول در آب باشه یا نامحلول در آب. اگر نبود، راه شناساییش چیزیست که عرض میکنم خدمتون. اون روغن مرجعی که دارید اگر دانسیتی در هول و هوش آب داره، مثلا حدود 1 از 970 تا 1010 کیلوگرم بر متر مکعب، این میشه نامحلول در آب. دانسیتی های خیلی بالا و اصطلاحاً روغن های خیلی سنگین، دانسیتی در حدود 1050 به بالا میشن محلول در آب. پس یادمون باشه معمولاً 1 لیتر روغن PAG محلول در آب 1 لیترش شاید چیزی حدود 100 گرم سنگین تر از 1 لیتر روغن معدنی یا پلی آلفا اولفینه. بسیار عالی، خیلی ممنونم توضیحاتتون. اگر موافق باشین توی تقسیم بندی‌هایی که صحبت کردیم کمی هم راجع به استرها صحبت بکنیم. راجع به این هم توضیحات بفرمایید، بعد بریم سراغ روغن‌های پای گیاهی که مرسوم است و دوستان راجع بهش سوال می‌پرسن. بله. اگه آقای مهندس موافق باشید، استرها و گیاهی ها رو، چون یه مقایسه جالب این دوتا میتونن با هم دیگه داشته باشن، من این دوتا رو در قالب در واقع یه جمله جوابش رو بدم، یعنی اصلا نمیخوام تفکیکش رو میکنم. چون ببینید یه اصل ما داریم، تمام روغن‌های پایه گیاهی استرن، ولی برعکسش صادق نیست. یعنی تمام روغن‌های استری گیاهی نیستن لزوما، میتونن سنتزی باشن. کاربرد این دوتا خیلی با هم متفاوته. استرهای سنتزی باز توی راکتورهای پتروشیمیایی خاص ساخته میشن، ترکیبات کربونیلی هن، یعنی اینا هم اکسیژن دارن ولی باند OH یا الکلی ندارن، برخلاف گلایکول ها کربونیل هن، یعنی کربن اکسیژن دارن، باندهای کربن اکسیژن دارن. وی آی توی دامنه بسیار گسترده، از وی آی بسیار پایین یا شاخص گرانروی بسیار پایین، شاید 40-50 تا شاخص گرانروی های بسیار بالا نزدیک 300 رو
میتونن شامل بشن. همچنین رنج وسیع از دانسیته از 850 تا حدود 1000 کیلوگرم بر متر مکعب رو میتونن داشته باشن. انواع مختلفی دارن که 3 دسته از مهمترینشون پلی‌استرها، دی استرها و میکس استرها هستن که کاربردهای مختلفی در زمینه روغنهای صنعتی به ویژه روغنهای کمپرسور میتونن داشته باشن. یکی از کاربردهای بسیار خاصشون توی برخی از کمپرسورهای رفریژرانت یا بودتیه. روغنهای گیاهی همونجور که عرض کردم خدمتون حتما استری هستن، ولی چون استر سنتزی نیستن کاربردشون بسیار محدوده. کاربرد صنعتی دارن ولی این کاربردهای بسیار خاصیه که معمولا در اختلاط با سایر روغن‌ها اون کاربرد ازشون گرفته میشه، یعنی حداقل با یه استر سنتزی مخلوط میشن برای اینکه تبدیل بشن برای یه روغن صنعتی قابل استفاده. من به این دلیل بود که ترجیح دادم این دوتا رو با هم دیگه، چون در واقع این از یک خانواده‌ان ولی خب تفاوتی که دارم عرض کردم خدمتتون. یه نکته راجع به روغن گیاهی و اگه شما موافق باشید لازم میدونم که حتما بگم. ادعاهایی تو بازار گاهی اوقات مطرح میشه، نه فقط بازار ایران، که روغن موتور با پایه گیاهی یا اصطلاحاً بهش میگن روغن موتور سبز، بعضیا میگن روغن موتور سبز، روغن موتور گرین، روغن موتور دوستدار طبیعت، بعد من عکس گیاه هم میزنن روش، یه رنگ سبز هم گاهی بهش میزنن، ادعای گیاهی بودن هم میکنن. خیلی ساده بذارید بهتون بگم، انواع روغن‌های گیاهی رو خب میشناسیم، روغنایی که تو صنعت هم کاربرد دارن، کلزا، آفتابگردان، سویا، روغن‌های این چنینی. بله دقیقاً. روغنی که ما در واقع برای پخت و پز استفاده میکنیم حالا یا آفتابگردانه یا کلزاست، باشون روغن سرخ کردنی یا پخت و پز فرق نمیکنه. دیدید وقتی در واقع وقتی داغ میشه و اون تراوشات و اون پرشی که انجام میده دور گاز میپاشه، بله. یه مدت خیلی کوتاهی که میگذره شما به سختی میتونید پاکش کنید، حتما باید شوینده‌های خیلی خاصی استفاده کنید. اینو فکر کنم دیدیم دیگه، هممون دیدیم. دقیقاً این بلایی است که اگه ما از روغن گیاهی تو ساخت روغن موتور استفاده بکنیم سر موتور یا گیر باکسمون میاد. پس این فقط یه بهره برداری متقلبانه تجاری از اسم گیاهی و دوستدار طبیعته. من تأکید میکنم ما روغن موتور و گیری باکس گیاهی نداریم، نمیتونیم داشته باشیم، اصلا نمیتونیم داشته باشیم و اونهایی که این کارو کردن و میکنن نتایج فاجعه باری تو بازار داشته که تو چند سال اخیر تو خود ایران راجع به 1-2 برند نوظهور که اومدن استفاده کردن و به همون دلیل از صحنه کنار رفتن داریم. مثالهای زیادی هم داریم در موردش. بسیار عالی. حالا آقای مهندس سمت مصرف کننده رو ببینیم. این تقسیم بندی ها رو ما گفتیم، راجعش توضیح دادیم. یه مصرف کننده چطوری بفهمه که محصولی که دریافت کرده درسته علیرغم ادعای فروشنده یا بر طبق ادعای فروشنده چجوری میتونه تشخیص بده که این از کدومی که از نوع روغن‌ها داخلش استفاده شده؟ در واقع تایید یا رد ادعای فروشنده تشخیصی داره که بتونه مصرف کننده این کار انجام بده؟ بله. ببینید بیاد این در واقع این تقسیم بندی رو از 2 تا جنبه ببینیمش. یکی بحث این که خب ما یه سری مشخصات ظاهری داریم مثل بو، مثل رنگ. به قاطعانه و به ضرس قاطع میگم به هیچ عنوان روی بو و رنگ شما نمیتونید نوع روغن پایه 5 گانه رو تشخیص بدید. حداقل بین گروه 1، 2، 3 و 4 این تشخیص غیر قابل انجامه، چون محصول نهایی، روانکار نهایی حاصل اختلاط روغن پایه و ادیتیوها انقدر بو دارند که اصلا و ابدا شما نمیتونید. فقط تنها روغنی که از روی بو، اونم یه کسی که خیلی وارد به کار باشه، یه حرفه‌ای میتونه تشخیص رو بده، روغن گلایکوله که یه بوی خیلی خاصه، البته خیلی ملایم داره که تا حدود زیادی قابل تشخیصه. یه بار تجربه شده باشه دیگه اون فرد آگاهی به حساب میاد، میتونه این کار رو انجام بده. ولی در مورد سایر روغن ها، البته روغنایی که به صورت روغن نیت بهشون به مصرف کننده میشه و ادیتیو داخلش نداره. دقیقاً. ولی چند تا راه وجود داره که اون در واقع قسمت دوم حرف برمیگره به اینکه ما روی مشخصات بتونیم کارو بکنیم. 2 تا مشخصه خیلی واضح و مهم دارن روغنا. بذارید باز یه موضوع الان در ردش همین الان صحبت کنیم، بحث گوگرده. بعضیا میگن آقا گوگرد روغن، خب روغنی که محصوله
ادیتیو ما کلی گوگرد داره. ما تقریبا ادیتیو بدون گوگرد نداریم. خب پس گوگرد هم راه خوبی برای تشخیص محصول نهایی نیست. 2 تا مشخصه داریم، شاخص گرانروی وی بله. و دانسیته. درست. شاخص گرانروی معمولاً تو حرفامون گفتیم و یه بار خیلی جمع‌بندی شده بخوام راجبش حرف بزنیم. برای روغن‌های پایه گروه 1 100 و کمتر از 100، برای گروه 2 100 و بیشتر از 100. فاصله این دوتا از 100 4-5%. برای گروه 3 130 تا 140 یا به عبارت بهتر 120 تا 140. برای PaO 130 به بالا و برای گلایکول ها معمولا از 150 به بالاست. ولی اگر مخلوط 2 تا گروه مثلا 1 و 2 داشتیم یا 2 و 3 داشتیم یا نیمه سینتتیک مخلوط 1 یا 2 با اولفین ها رو داشتیم چی؟ اینجا تنها چیزی که به ما کمک میتونه بکنه بحث دانسیته است. معمولا دانسیته روغن های پایه از سمت 1 تا به 4 میرسیم کاهش پیدا میکنه. گروه 1 دانسیته بالاتر از 870 دارن، واحد من کیلوگرم و متر مکعبه. گروه 2 بین 855 تا 865. گروه 3 زیر 845 و برای اولفین ها بین 830 تا 840 خواهد بود. برای گلایکول ها دانسیته رو عرض کردم خدمتون تو مبحث مربوط به خودش، هولوش 1 برای گلایکول های نامحلول در آب و بالاتر از 1050 برای گلایکول های محلول در آبه. ولی برای استرها باز یه دامنه وسیعی داریم. استرها راه شناساییشون فقط و فقط طیف FTIR و البته گلایکول ها این راه رو دارن، چون جفت اینا 2 تا حالا تخصصی بخوام راجبش حرف بزنیم، چون طیف FTIR به حالی بررسی تخصصی به حساب میاد. یه پیک بسیار بزرگ در بالاتر از 3500 ویو نامبر میدن که راجب FTIR انشالله صحبت میکنیم. حتما. من فکر کنم چیزی که شما روش تاکید دارین روی دانسیته هست به جای اندیسی گرانروی، چون اندیسی گرانروی رو باز میشه با ایمپروورها آورد بالا. درسته؟ با ادیتیو. دقیقاً شما درست میگید. دانسیته رو نمیتونیم با هیچ ادیتیوی ما عددش رو شما با وی آی ایمپروورها یا در واقع افزایش دهنده های شاخص گرانروی میتونید وی آی رو به صورت مصنوعی بالا بیارید. البته این کار غیر قانونی و ولی انجام نمیشه. تو بخی از روغن ها باید انجام بشه، مثل روغن های موتور و دنده، و در نتیجه شما از روی وی آی نمیتونید قاطعانه راجع به نوع پایتون. میتونه یه ورودی به ما بده به عنوان یه ورودی اگه بخوایم تصمیم گیری نهایی رو انجام بدیم. شاید یکی از ورودی ها میتونه به اصطلاح میشه ورودی اول ما وی آی رو بررسی میکنیم، به دنبالش دانسیته رو بررسی میکنیم و در 80% مواقع با بررسی این 2 مورد میتونیم نوع بیسمون رو حدس بزنیم. البته مگر اینکه اختلاطی در کار باشد، مثلا میگم روغنای نیمه سینتتیک میشه گروه 2 و PaO، اونم میشه تشخیص داد چون میانگینی از دانسیته هر دوه، ولی تشخیص درصدش دیگه کار راحتی نخواهد بود. بسیار خوب. خدمتتون عرض بکنم که یه سوالی که باز به نظر من عمومی و ممکنه مطرح بشه طرف مصرف کننده اینه که این روغن ها علیرغم این که از گروه 1 به سمت گروه بالا کیفیتشون بهتر میشه، بله، آیا ما همیشه باید کیفیت بهتر رو استفاده بکنیم به عنوان یک مصرف کننده تجهیز مشخص رو داریم؟ یعنی الزاما اگر ما روغنی که داریم میگیم روغن گرونتری باشه، روغن پایش روغن پای درجه بالاتری باشه، آیا این برای ما مناسب تره؟ درسته. یا اینکه نه، هر کسی، هر مصرف کننده با توجه به نوع تجهیزش، با توجه به چیزی که بهش توصیه شده میبایست روغن پای استفاده بکنه؟ اینو برای این پرسیدم که خیلی موقع مصرف کننده روغن پای گروه 1 رو استفاده میکنه، مثلا میاد میگه که اگر من بیام روغن پایمو گردش رو عوض بکنم من شرایط در حقیقت مصرفم تغییر میکنه، این برای من بهتر مگه قرار نیست بشه؟ چون شما دارید میگی که روغن پایت داره تقویت میشه دیگه. بله. این سوال اصلا از اساس درسته یا باید راجبش ما بیشتر کنکاش بکنیم که این میبایست به چه روش انتخاب بشه؟ درست. آقای مهندس، قسمت اول حرفتون کاملا درست بود. ما هر چقدر از گروه 1 به سمت گروه های بالاتر، حالا ما داریم راجع به 1 تا 4 حرف میزنیم، چون گروه 5 که اصلا لحاظ ساختاری متفاوته و کاربردهای خاص خودشو داره، ولی از گروه 1 تا 4 که از یه جنسن و هی با بهبود هر گروه داریم به بعدی میرسیم، این جمله درسته که داریم کیفیت بهتری میگیریم، قبول. ولی من با یه مثال
پاسخ شما رو میدم. اگه ما بیام تو ماشینی که روغن موتوره مثلا SE 250 میخواد، یه ماشین بنزینی اسمم نمیاریم، ما اگر بیام از SN 250 یکی SN 250 بر ما ساخته یا کیفیت SN، آیا به نظرتون میتونیم کیلومتر بیشتری از اون روغن استفاده بکنیم؟ جواب خیره. خیر، این موتور نیازی نداره به اون روغن و این معنیش نیست که روغن SM یا SN 250 محافظت بهتری از موتوری میکنن که SE 250 میخواد. معنیش اصلا این نیست. حتی شاید شما بتونید بله زمان بیشتری ازش استفاده بکنید، خب در اول کارم پول بیشتری پرداخت کردید، پس لزومی نداره. یه وقتایی هست که نه تنها لزومی ندارد بلکه اتفاقا لازم از روغنی استفاده بشه که با بیس کمتر مرغوب تولید شده. مثلا وقتی در مورد گیربکس صنعتی خود سازنده گیربکس توصیه کرده از روغن گیربکس صنعتی مثلا گرید آیزو 220 از نوع کانونشنال که میشه همون روغن پایه مدنی گروه 1 باشه استفاده بشه، لابد هدفی داشته. و الان من به شما میگم اون هدفات چی بوده. 2 تا هدفه. یک، میگه شما این گیربکسی نیست که بتونی توش روغن رو بریزی و مثلا بری 15,000 ساعت بعد، یعنی 2 سال بعد عوضش کنی. این باید سالی یه بار تو 7,000 ساعت عوض بشه. حالا یا 7,000 ساعت کار کرده پس کارخونه سیمان در واقع دراپ کمتری داشته، استراحت کمتری داشته، یا نه اصلا کار نکرده 3,000 تا، ولی بعد یه سال عوض بشه. پس یکی جمعه اقتصادیشو نگاه کرده گفته تو گروه 2 هم بریزی، PO هم بریزی، بعد عوضش کنی. ولی مهمتر از اون، هرچی VI میره بالاتر بله کیفیت روغن بهتر شده، ولی معنیش نیست که کارایی روغن هم بهتره. یه زمانی هست مثلا تو همین بحث گیربکس های صنعتی ما نیاز داریم ویایمون خیلی بالا نباشد. یعنی چی؟ یعنی تولرانس های روغن با دما هماهنگ شده تر باشه. روغن تو دمای بالا ویسکوزیتش خیلی بیاد پایین و تو دمای پایین خیلی ویسکوزیتش بره بالا، یعنی ویای پایین تر. پس یعنی به لحاظ عملیاتی هم قرار نیست ما اگه داریم راجع به روغن پایه گروه 3 حرف میزنیم حتما عملکرد بهتری هم به ما ارائه میده. یه جاهایی لازم نیست، خیر، و یه جاهایی برعکس لازم از همون کمتر مرغوبه استفاده بشه. پس نباید در واقع ما گوله این حرف رو بخوریم که خب داریم از روغن، من دارم از روغن پایه PO استفاده میکنم یا از گروه 2 خیلی بهتره. بله PO از گروه 2 خیلی بهتره. یه جایی هست VI PAO، دانسیته پایین PAO یا هر موضوع دیگریش همراهی نمیکنه با کارهایی که ما نظرمونه. باید بریم از گروه 1 یا گروه 2 استفاده بکنیم. درست. ولی بله بازم تاکید میکنم چون که کیفیت بالاتری داره شکی نیست. بعد موضوع این است که در نهایت با توجه که بعضی از مصرف کننده با توجه شرایطی که براشون ایجاد میشه بله به هر تقدیر داشتن یک روغنی استفاده میکردن با توجه به شرایط و دسترسی اینها به بله یا عدم دسترسی اینها به همون روغن ناگزیرن که برن به سمت گروه‌های دیگه. و این به نظر من خیلی مهمه که ما در نظر بگیریم که ما اگر گروه روغن ها رو عوض می‌کنیم مدل‌های پایش اینها هم تغییر می‌کنه. بله یعنی فارغ از یعنی روغن‌های گروه یکی مدل پایش احتمالاً خواهند داشت و قطعاً، حالا من از کلمه قطعاً، با روغن‌های گروه 4 و 5 مدل‌های پایش اینا متفاوت است و فرهنگ استفاده اینها هم تغییر می‌کنه. هم فرهنگ پایششون و هم این که همونجوری که شما اشاره کردین تکنولوژی تجهیز، وقتی میگین ما راجع به پکینگ ها، راجع به آبپندها، راجع به همه چی داریم صحبت می‌کنیم. وقتی مثلا راجع به گیربکس صحبت می‌کنیم، راجع به ریتی که داره دقیقاً اون گیربکس خنک میشه با توجه به اون سیال خنک کندهش، راجع به همه اینا ما داریم صحبت می‌کنیم. ما صرفا نباید روغن پایه رو عوض بکنیم و به انتظار این بشیم که چون روغن پایه‌مون بهبود داشته پس ما منتظر میمونیم که مثلا اگر داشتیم رو 4000 ساعت تعویض می‌کردیم حالا این میشه 14000 ساعت. میباید تمامی پارامترها رو مد نظر قرار بدیم اگر مجبور به تعویض بشیم. بله. اینم یه موضوع مهمی بود که باید اشاره می‌کردیم. حالا یه موضوع دیگه، یه سوال میشه عموما، حالا چون راجع به روغن پایه هست بپرسیم راجع به این که باز چیزی که تو بازار، حالا مشخصا بازار ایران بیشتر دیده میشه، روغن‌های در حقیقت تصفیه هست. بله. خب شرایط چند تا بود داره. یکی از مهمترین بوداش بود اقتصادی خود مصرف کننده هاست. شاید بعضیا مجبور بشن برن به سمت استفاده از روغن پایه تصفیه. اساسا سوال مهم اینه، روغن پایه تصفیه
چه تفاوتی با روغن اصلی داره؟ یه سوال خیلی ساده لوحانه بپرسم. و اینکه این روغن پای تصفیه آسیبی میرسونه به کسی یا آسیبی نمیرسونه و شاید شما توصیه میکنی به اینکه مصرف کننده به این سمت برن یا نه؟ عرض میکنم خدمتتون. ببینید باز در یک کلام، هیچ ویژگی مثبتی از روغن تصفیه نمیتونم بگم که امتیاز یا ارجحیت محسوب بشه بر روغن‌های ویرجین. تأکید میکنم امتیازی که بتونه در واقع بالاتر از روغن ویرجین قرارش بده، ولی این به معنی این نیست که کاملا نفی یا ردش میکنم. ببینید روغن تصفیه، اگر روغن تصفیه کلا چیز بدی بود صنعتش به وجود نمی اومد. نمیخوام بگم هر چیزی که صنعتش به وجود اومده حتما چیز خوبیه، سابستنس متریال هم مواد مخدر هم هستن ولی صنعت تولیدشون هم هست. ولی مصرفانده با علم به این قضیه میدانن که دارن تصفیه خریداری میکنن خیلیاشون و اینو خریداری میکنن. خب ببینید این کارکرد روغن و در واقع اجازه شما در استفاده از این روغن بستگی به محل استفادهتون داره. جایی که حرارت وجود داشته باشه بهتر است، به عبارت بهتر توصیه می شود در روغن تصفیه استفاده نشه. روغن تصفیه از کافی حرارت دیده، قبلا کار کرده، قبلا دویده، پس الان بهتره یه جای کم حرارت و کم تنشتر ازش استفاده بشه. من سالها کار میکنم، وقتی سنم بالا رفت دیگه نمیتونم کار یدی رو مثل دوره جوونیم انجام بدم. یه جا بشینم یه کار بی‌تنش انجام بدم به شرط سلامت. روغن تصفیه همونه. روغن تصفیه کارش رو کرده، قبلا تنش حرارتیش رو دیده، فشار رو دیده، تنش مکانیکالش رو دیده. الان بله جاهایی مثل روغن‌های هیدرولیک وقتی دمای بالایی نیست میتونیم ازش استفاده بکنیم، هیچ ایرادی هم نداره. و باز تاکید میکنم امتیازی غیر از بحث اقتصادی ندارد نسبت به روغن‌های ویرجین. یه راه شناسایی هم داره برای اونایی که نمیخوان استفاده بکنن و حتی در شرایط مجاز و مطلوب هم نمیخوان در واقع بهشون فروخته بشه. تست‌های خیلی متداول و معمولی مثل بو، رنگ، چون یه بوی گازوئیل داره که البته گازوئیل اسیدی و نباید اشتباه گرفته بشه با روغن پایه گروهی که اون هم بو داره، چون اون هم به هر حال گوگردش بالاست. و یه تستی هم داره که حالا اکثرا تو صنعت و به خصوص اتو سرویسکارای عزیز آشنا با این تست استفاده می‌کنن، تست دستمال کاغذی. یه قطره‌اش رو می‌ذارن رو دستمال و یه دقیقه بهش زمان میدن روغن پخش میشه. روغنی که تصفیه نباشد یه رنگ زرد پیدا میکنه و اون لکه فقط پخش میشه. روغنی که تصفیه باشه پخش میشه، رنگش کمی تیره تره و حاله آبی یا سبز رنگی دور تا دور اون لکه پخش شده دیده میشه، که این برای کسایی که آگاهی بیشتری دارن، تجربه بیشتری دارن، میتونن از این راه تشخیص بدن که این چنین هست، یعنی این تصفیه است یا نه روغن ویرجین. البته من این توضیح بدم که این توضیح راجع به طیف روغن ها هیچ ارتباطی به سبد تولیدی مجموعه متولی این پادکست نداره و ما صرفا داریم شفاف سازی میکنیم از بابت در حقیقت مدل های مختلف روغن پایه هایی که ممکنه شما بشنوین یا باهاش برخورد بکنین و روش های تشخیص اینها به چه نحوی هستش. بسیار عالی. فکر میکنید که در مورد روغن پایه ها موردی هست که ما باید به گوش شنونده هم برسونیم که از سوالای ما خارج در حقیقت مونده؟ مورد خیلی ویژه‌ای نه، منتها به عنوان کسی که حالا چند سال در این زمینه فقط کار کردم و شاید کمی تجربه کاری بیشتری فقط دارم و بدون اینکه بخوام در واقع سفارش خاصی کرده باشم، زمانی که کاربری میخواد روغنی رو به هر دلیلی عوض کنه، شاید برمیگرده به همون سوالی که چند دقیقه شما مطرح کردید. روغنی که تا حالا استفاده میکرده رو نداره، گیرش نمیاد، موجود نیست، دیگه اصلا تولید نمیشه، یا هر چیزی بیس روغن رو میخواد عوض کنه، از گروه یک بره به سمت سینتتیک. با یه فرد آگاه مشورت بکنه در این زمینه. ما تو شرکت‌های روغنی، چه شرکت‌های بزرگمون چه شرکت‌های کوچیک‌ترمون، آدم‌های آگاه زیادی داریم، آدم‌هایی داریم که به لحاظ کاری در سطح و فنی بسیار در سطح بالایی قرار دارن. این مشورت حتما انجام بده، یعنی به عبارتی سر خود و فقط بر اساس دانستاش از اینکه روغن پایه گروه 2 بهتر از 1، 3 بهتر از 2، 4 بهتر از 3 است، این تعویض رو انجام
نده، همیشه برای انتخاب روغن، برای تغییر روغن، برای تخلیه روغن و برای ایرادات روغن حتما با افراد آگاه مشورت بکنید. و یه جمله که حالا شاید نخنما شده باشه برای مایی که تو صنعت روغنیم، بیش از 95% مشکلاتی که در سیستم‌های روانکاری به وجود میاد به قسمت مکانیکال قضیه برمیگرده، نه به کیفیت روغن. و سریع توپو تو زمین روغن نندازیم، این فقط پاک کردن صورت مسئله است. ما حتما راجع به روش‌های پایش تجهیزات هم توی بخش بعدی صحبت می‌کنیم. تست‌های آزمایشگاهی، روش‌های اینها سعی می‌کنیم که به تناسب اینکه بحث جلو میره راجبشون براشون وقت بذاریم. اگر موافقی ما جلسه بعد راجع به ایتیوا صحبت بکنیم. بخش دومی که دو تا بخشی که مهم بودی که روغن‌های پایه و ایتیوا، و بعد انشالله وارد گروه‌های روغن بشیم و بریم سراغ پایش‌ها و روش‌های تست. من دیگه سوالی ندارم. شما اگر چیزی باقی نمونده، اگر موافق هستین این جلسه رو تمام بکنیم. خیلی ممنونم از شنوندگان عزیز که ما رو گوش کردن. اگر سوال یا مسئله‌ای هست میتونید در انتها از ما بپرسید. ما حتما سوالات شما رو جلسه بعدی پاسخ خواهیم داد و امیدوارم که این پادکست ها برای صنعت ایران مفید باشه. خیلی ممنونم. خدا نگهدار. قربان شما. خداحافظ.